گلهای تازه، برنامه شماره 143 با همکاری هنرمندان نادر گلچین، حبیب الله بدیعی، منصور سارمی، جهانگیر ملک. غزل از حافظ. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار محمد جهانفرد. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار، تا من حکایت جم و کاووس کی کنم.
از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او 100 از این نامه طی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم،
من لاف عقل میزنم، من لاف عقل میزنم، این کار کی کنم یا مطرب کجاست، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم یا عزیزان یا دوست در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. از قیل و قال مدرسه، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق می کنم یا
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق می کنم. خدا کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. خدا
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. این جان عاریت، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، خدا این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 143 بود که با آواز نادر گلچین، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور منصور سارمی و ضرب جهانگیر ملک در سگاه اجرا شد.